اگه تو میخوای این همه کانفیگ اختصاصی ویتوری رو برای خودت بسازی، اونم با حجم نامحدود، تا آخر این ویدیو با من بمون. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. من صاحب هستم. امروز آمدم با یه پنل ویتوری که براتون ویتوری اختصاصی میسازه و اونم با حجم نامحدود. برای انرژی دادن به من ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن تا از بقیه ویدیوها جا نمونه و حتما نظرت رو داخل کامنت ها برام بنویس. بریم ادامه ویدیو. خب دوستان، برای ساخت ویتوری داخل کانال تلگرام که لینکش الان روی صفحه براتون میاد، یک لینک گذاشتم با یک کوپن. وارد کانال شدید، کوپن رو کپی کنید، این کد هستش و روی لینک هم بزنید. اینجا روی دیتیلز این پایین بزنید و روی این بزنید اگه اینو براتون آورد. بعد در این بخش یک ایمیل وارد کنید. من مثلا می‌نویسم صهیب gamers@gmail.com و در این بخش یه رمز وارد کنید، صهیب 1 2 3 4. در این بخش هم دوباره رمز رو وارد کنید، 1 2 3 4. بعد روی ریجستر بزنید. ایمیل نمیخواد واقعی باشه، یه ایمیل رندوم بزنید. بعد در این بخش دوباره ایمیل رو وارد کنید، صهیب gamers@gmail.com و رمز رو وارد کنید. روی لاگین بزنید. در این بخش روی این 3 خط بزنید منوی همبرگری. بعد روی این گزینه بزنید. در این بخش روی این سابسکرایب نو بزنید. بعد در اینجا اون کدی که کپی کردید رو وارد کنید. بعد روی این وریفای بزنید. در این بخش روی اوردر پایین بزنید. بعد بیایید پایین روی چک اوت. بعد در اینجا الان سفارشتون تکمیل شد. روی منوی همبرگری یا همون 3 خط بزنید. بعد بیاید روی داشبورد. در اینجا اشتراکتون فعال شد. بعد روی این کویک سابسکریپشن بزنید و روی اولین گزینه این کپی سابسکریپشن URL بزنید. بعد وارد ویتوری بشید. روی منوی همبرگری بزنید، این سابسکریپشن گروپ ستینگ بزنید. روی این به اضافه بزنید. بعد در اینجا یه مارک براش بنویسید، یه اسم بنویسم صهیب. در گزینه دومی اون لینکی که کپی کردید رو پیست کنید و روی تیک بزنید. بعد برمیگردید و خب بعد روی 3 نقطه بزنید. در اینجا update current group subscription رو بزنید، این گزینه آخری. دوستان حتما باید VPN تون روشن باشه در تمام مرحله ها. اینجا صبر میکنیم تا اضافه بشه. خب همینطور که میبینید اضافه شد. الان VPN قبلی رو خاموش میکنید. بعد از اینکه کانفیگ اضافه شد روی 3 نقطه بزنید و روی گزینه هفتمی بزنید. در اینجا صبر کنید تا پینگ براتون بیاد. در اینجا همینطور که میبینید پینگ ها اومد. روی اونی که پینگ کمتری داره بزنید. من الان میزنم روی این آمریکاه. خب همینطور که میبینید پینگ زیر 1000 بهمون میده. خب دوستان، رسیدیم به آخر ویدیو. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.